ایدی سعیدی فطر مبارک باشد دوستان مهربان رادیو زودی. با امید تنصیحاتی شما نشر نوبتی سرخط رویدادها را تقدیمتان میکنیم. امروز 21 اپریل از دعوت‌های با تکرار مقامات توجیک به تجلیل خاکسارانه عید میگوییم. تاجیکستان از مکزیک هواپیمای پرزیدنت خریده است. به زندان محکوم شدن یک جوان در سوخت برای سرکشی از خدمت و مقامات توجیک امسال به خارج برخی زیادتر فروختند. عید رمضان در تاجیکستان روز 21 اپریل با خواندن نماز و عیدگردک کودکان آغاز شد. در بعضی مسجدها امام خطیبان در خطبه نماز عیدانه از بی‌ثباتی در عالم و کمک به درماندگان گفتند. از جمله ملا حیدر شریف زاده امام خطیب مسجد مرکزی کولاب گفته است حالا دنیا ناآرام است و از همین سبب مقامات شب نخوابیدند تا مردم نماز عید را آرام خوانند. ملا حیدر شریف زاده یکی از روحانیان شناخته و بحث برانگیز در تاجیکستان است. بینندگان عزیز، گزارش درباره جریان عید رمضان در تاجیکستان را 4 ساعت بعد در برنامه خبری با هم می‌بینیم. در تلاش برای خاکسارانه آراستن دستورخوان عیدانه رمضان، مطبوعات دولتی تاجیکستان به ترغیب و تشویق مردم به صرفه‌جویی پرداختند. کاری که به گفته منتقدان دولت مقامات رسمی و از جمله وزیران توجیک برعکسش را میکنند. خبرگزاری خاور و دیگر رسانه‌های رسمی با تکیه به گفته‌های مقامات نوشتند هنوز هم بعضی از مردم هنگام آراستن دستورخوان عید و جشن‌ها به اسرافکاری راه می‌دهند که این عمل آنها هم از نگاه دینی و هم از دنیوی درست نیست. در این روز مقامات دیگر باره به قانون بحث برانگیز تنظیم رسم و آیین تاکید کردند که خرج زیاد در جشن و عیدها را منع کرده است. در یک جلسه در تلویزیون دولتی ختلون مقامات گفتند که در بعضی عائله‌ها عادی‌ترین شرایط تعلیم برای فرزندان مثل میز و کرسی، جوان کتاب و تجهیزات و اشیاء خانش فراهم نشده است، اما والدین به جای آن به آراستن دستورخوان پردبدبه و خودنمایی مشغول می‌شوند. مقامات تاجیکستان را برای این گونه دخالت به زندگی مردم تنقید می‌کنند و هم جشن‌های پردبدبه دولتی و هم جشن‌های عروسی فرزندان منصبداران بلندپایه را مثال می‌آورند که با خرج صدها و ده‌ها هزار دلار در یک روز صورت می‌گیرد. حکومت مکزیک اعلام کرد که هواپیمای رئیس جمهور این کشور را به حکومت تاجیکستان فروختند. لوپس اوبرادور رئیس جمهور مکزیک روز 20 اپریل در صفحه‌اش در توییتر خبر داد که هواپیمای بوینگ 787 دریم لاینر را با قیمت 92 میلیون دلار فروختند، هرچند قیمت اصلیش 218 میلیون دلار بوده است. معلوم نیست که هواپیما را به یگان شرکت هواپیمایی تاجیکستان فروختند و یا برای استفاده پرزیدنت امامعلی رحمان. ولی رئیس جمهور مکزیک گفته است که جزئیات را هفته آینده اعلان میکنند و حکومت تاجیکستان همگی 10 روز وقت دارد این هواپیمای گران ارزش را که تعمیر و نگهداریش هم خرج زیاد دارد در اختیارش بگیرد. مقامات تاجیکستان هنوز این خبر را توضیح ندادند. دادگاه ولایتی سوخت سمیجان ترسونوف 27 ساله ساکن شهر استرافشان را برای سرکشی از ادای خدمت حربی به 6 ماه زندان محکوم کرد. بنا به خبر دفتر مطبوعاتی حکومت شهر استرافشان، ترسونوف به خدمت حربی دعوت شده ماه ایول سال 2021 از معاینه طبی گذشته است، اما آخر ماه سپتامبر همان سال به یگان سبب به کمیسریت نظامی حاضر نشده است. از این پیشتر هم یک جوان سینی دعوت در مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان برای نرفتن به خدمت حربی به 1 سال زندان محکوم گردید. در تاجیکستان خدمت در صف نیروهای مسلح حتمی است و برای سرکشی از آن جریمه بزرگ یا تا 2 سال از آزادی محروم میکنند. بنا به امور داستانی کل تاجیکستان تنها در سال 2022 برای سرپیچی از خدمت حربی 108 جوان به جوابگری جنایی کشیده، جریمه و یا زندانی شدند. شما سرخطی رویدادها را تماشا دارید. تاجیکستان سال جاری فروش برق به کشورهای همسایه را زیاد کرده است. در 3 ماه اول سال جاری از این کشور به مبلغ بیش از 8.6 میلیون دلار نیروی برق صادر شده است. به اطلاع آژانسی آمار این رقم نسبت به همین دوره سال گذشته 17.5% بیشتر می باشد. شرکت برق توجیک میگوید تاجیکستان در چارچوب قراردادها با افغانستان تمام سال و با ازبکستان تنها در فصل بهار و تابستان یعنی از ماه می تا آگوست نیروی
روی برق می‌دهد. صادرات برق توجیکستان به خارج همیشه یک موضوع بحث برانگیز بوده است. بعضی از ساکنان میگویند اول باید مردم در کشور با گرمی و روشنایی تامین شوند. همساله از آغاز تیر ماه تا ماه اپریل و حتی گاه در تابستان شکایت‌ها در مورد نبودن برق در شهر و ناحیه‌های توجیکستان زیاد می شود. در شهر یکاترینبورگ برای کودکان مهاجران توجیک کورس‌های آموزشی تا مکتبی راه اندازی شده است. فعلا در این مشغولیت‌ها 25 نوروز جلب گردیده است. قرار است در آینده نزدیک تعداد بیشتری کودکان توجیک به تعلیم تا مکتبی فرا گرفته شوند. در حال حاضر توجیکستان از روی شماره شهروندان خارجی در روسیه جای اول را اشغال می‌کند. طبق آمارهای رسمی سال گذشته زیاده از 186,000 نفر به روسیه آمدند. مهاجران توجیک بعد سالیان زیادی زندگی در مهاجرت و با وجود مشکلات فراوان عائله و فرزندان خود را از ده و نواحی تاجیکستان با خود به روسیه میبرند. تابستان سال گذشته رئیس شورای حقوق بشر نزد پرزیدنت روسیه والری فادییف گفته بود فرزندان مهاجرانی که زبان روسی را نمیدانند نباید به مکتب‌های روسی قبول شوند. به نظر فادییف در این حالت تعلیم تمام صنف‌ها خللدار میگردد. دوستان مهربان، اکنون فرصت است برای اعلان نرخ پول خارجی در توجیکستان که از سوی بانک ملی تعیین می شود. امروز 21 اپریل در قرب روبل روسی تغییرات به نظر نمی رسد. 1000 روبل همان در سطح 133 سومانی و 50 درم باقی می ماند. $1 باشد 10 سومانی و 91 درم و 1 یورو 11 سومانی و 96 درم است. بینندگان عزیز، نشر نوبتی سرخط رویدادها را پایان میبریم، اما یادتان نرود که با خبرگزاری‌های بیشتر از این شما را در برنامه اخبار آزادی منتظر میمونیم. روز خاطرمند داشته باشید.